خب بچه ها بریم تمرین های صفحه 99 که یه جنبندی کلی حمله اشتیه. میگه در هر شکل برخی از ضلع‌ها و زاویه‌ها مشخص شدن. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص حمله هشتی کافی هست پیدا کنید و بگید که دو مثلث در چه حالتی حمله هشتن. بعضیش کافی نیستش اطلاعاتش. الان مثلا قسمت الف این روبرو 90 درجه اینجا نیازی نبوده که تیک بزنه چون که روی هم هستن. این وتر ما الان مشترکه. این الان تیک هم اگه نمیزد مشکلی نداره چون این زل از این مثلث با این زل از این مثلث روی هم هستن. این میشه وتر مشترک. این میشه وتر چی؟ مشترک. این هم که زل قائم است که تیک زده. پس این قسمت الف میشه و زاد و اینا اوکی، اینا هم نش میشن. قسمت ب وتر رو تیک زده، روبرو 90 درجه وتره. وترها رو تیک زده. این زاویه رو، این زاویه متقابل رأس حتی اگه تیک هم نمیزد باز اوکی بود چون شما میدونید اگه دو تا خط متقاطع باشن در نقطه تقاطع زاویه های مقابل با هم برابرن، میشه زاویه های متقابل به رأس. مثلا این حالا 1 و 2 بگیریم، اینو او بگیریم، او 1 او 2، اینا با هم برابرن. پس این وتر با این وتر میشه و ز ری و ز. خب جیم درسته که وتر رو با وتر زده ولی قائم هم که زده یعنی اینا وترن ولی چیز دیگه رو مشخص نکرده. مثلا اگه اینجا یه دایره بود، اینجا اگه یه دایره‌ای بود که شعاع رو با شعاع میگفتی و زاد، یا اگه خود سوال این زاویه رو مثلا با این زاویه میزد یا این زاویه رو با این زاویه میزد مثلا شما میگفتی وزه. خب الان اطلاعات کافی نیست، فقط وتر رو گفته، چیز دیگه نگفته. زاویه قائمه رو نمیتونیم بگیم، باید زاویه تند رو بگیم یا زل رو بگیم. اطلاعات کافی، اطلاعات سوال کافی نیست. اینم همینطور بچه ها یه زل رو گفته، یه زل قائمه رو گفته. اگه بخوای همینطوری مثل اون حالت ستایی بگی مثلا این زل با این زل، این زاویه با این زاویه، باید مثلا این زل هم با این زل میگفت. خب پس در مورد قبلی هم کافی نیست. یا اگه مثل حالت قائم الزاویه بخوایم بگیم باید وتر هم میگفته، زل رو گفته وتر رو نگفته. دوباره در مورد این هم نشی رو نمیتونیم بگیم. اطلاعات مسئله، اطلاعات کافی نیست.